اگر کسی واقعا کارگری بکنه که میتونه داماد بشه. باور کن 50 سالش میرسه بازم نمیتونه داماد بشه، مگر اینکه کسی براش آستین بالا بزنه، مگر اینکه پدر عروس بگه پسرم تو اهل دین یا اهل تقوا هستید، مؤمنید، سالمید، اهل خدا هستید، اهل علم هستید، تحصیلات عالی دارید، اهل دود نیستی، اهل مشروب نیستی، اهل قمار نیستی، اهل ولخرجی نیستی، اهل مواد نیستی، اهل مشروبات نیستی، اهل بی تقوایی نیستی، اهل شب نشینی های کاذب نیستی، دوستای ناباب ندارید، بیا تو تاج سر منید. من افتخار میکنم که تو بابای نوه‌های من باشید، تو داماد من باشید، دختر من در اسمت تو باشه ای جوان مؤمن. بیا اینو بگیر، من حاضرم این چیز سرم بدم، حاضرم امکانات عروسیتم فراهم بکنم اگر این باشه. وگرنه امروز واقعا جوانی که این همه موانع برای به عفت رسیدن داشته باشه، باور بکنید کدوم جوان نمیخواد به عفت برسه؟ همه میخوان تشکیل خانواده بدن، ولی شما میدونید که جوان هست که 8 سال تو ترافیک مهریه است، که شاید یه روزی دل این پدر یک کمی نرمتر بشه، پدری که 5 وقت تو مسجد هم هست. یه مردی تعریف زنش میکرد، یه جلسه تعریف زنش میکرد، گفت تو امر عروسی و مسائل و خواستگاری من زنم آزاد گذاشتم، هر چی حاج خانم تصمیم گرفت. فاتحه خونده است دیگه، هر چی حاج خانم، زنم آزاد گذاشتم. زنم آزاد گذاشتم یعنی چی؟ تو بحث عروسی که میشه میگه هر چی زنم تصمیم گرفتم. بعد اگر مشکل هم پیش آمد چه میگن تقصیر زنا بود. تقصیر زنا بود. مرد باید دخالت داشته باشه. این که نماز 5 وقت هم تو مسجد جای خودش، بعضی میگن نه اتق الله فی المسجد. اگر کسی به کسی تو عروسی بگه اتق الله خیلی خطرناکه، این بیادبه. مثل کسی امروز تو بازار بگه لا اله الا الله، میگن این دیوونه شده. هر کسی اگر امروز بگه تو بازار به کسی بگه از خدا بترس اتق الله، میگن این دیوونه شده. تو بازار جای ذکره؟ در صورتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر کسی یک بار با صدای بلند بگه لا اله الا الله تو بازار بگه 1000 حسنه داره، 1000 حسنه. اگر کسی تو مسجد بگه 10 تا حسنه داره. اگر کسی تو خانه بگه 10 تا حسنه داره. 1 حسنه به 10 حسنه. چون اونجا غفلته. به نظر شما تو مسجد غفلته یا تو عروسی غفلته یا تو بازار غفلته؟ کجا جای غفلته؟ کجا ما نیاز داریم که از غفلت در بیاییم، به هم دیگه تذکر بدیم. باور بکنید تو عروسی من شده کسی رو نصیحت بکنه. اگر مادری به دختری گفت یک کم این چادرت پایین‌تر بکش، همه موبایل دستشونه، عکس میگیرن، عکس در میره، آبروم میره، دختره اخم میکنه. یک کمی یقت بپوش دخترم، به تو چی؟ تو عروسی مردونه هم همچون ارکستر داره میزنه، فکر میکنن که دیگه هر شادی هست همینجاست. شادی هاتون رو تمام نکنید اینجا، جای شادی اینجا نیست. دنیا نه غمش پایداره نه شادیش پایداره. فکر نکنی اگر دیندار شدی زندگیتون پر از غم میشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب ان مع العسر یسرا. شادی باید در چارچوب دین باشه، در چارچوب رضای خدا باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی آمد خواستگاری دخترتون که از دین و اخلاقش راضی شدی بهش بدید، درنگ نکنید، از دین و اخلاقش بپرسیدش بدید، نگید میریم فکر ما میکنید. تو همون لحظه‌ای که میگی فکر ما میکنیم شیطان وسوسه میکنه. یک نفر تو طرفه خبردار میشه به این میخوام بدن، من اجازه نمیدم خواهرم این بدن، هیچ نداره اصلا. آخر به هم میزنه. میگه اگر این کار نکردی، پیامبر میگه صلی الله علیه وسلم ان جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه، میگه اگر این کار نکردی منتظر اولین فتنه و فساد در مسائل ناموسی و عفتی خانواده خودتون باشید. ولی پدر میدونی چی میگه؟
باور بکنید به جایی رسیده تو بندر عباس، اطراف بندر عباس، من این جاها رو نمیدونم، ولی به جایی رسیده که شب که میشه که عروس میبرم یا عروس تو خونش نشسته 200-300 تا زن نشسته ساعت 1 نصف شبه، و چرا نمیره خونه هاتون؟ هم منتظرن، باید همون شب برن خانه عروس. باور بکنید چمداناشو خالی میکنن، یکی به یکی لباسا، این یک دست لباس فلان، بس نیست تلاش، بعد دمپایه هاش، خمیر دندانش، نمیدونه هر چی که تو اون چمدان ها هست همه یکی حالا پا پهن کردن نشستن 50 تا زن. اونی که صداش گلفتره، بلندتره، پرروتره، بیشرم و حیاتره، همونو بلند میکنن که حالا یکی در بیار اینطوری نشون بده. بعد میره سرویس تلاش، بعد که چمدان و سرویس طلا و اتاق خوابش تمام کردن، حالا میرن تو آشپزخانه کابینت رو باز میکنن. زردچوبه‌اش کجاست؟ فلفلش کجاست؟ یا حتی دنبال زردچوبه و فلفلش اگر نیست میگن این نیست، خونش کامل نیست، کی میتونه زن بگیره؟ تو جمع شما کسی هست که یک سکه مهریه‌اش باشه؟ 3 دست لباس داشته باشه عروسش؟ مراسم عروسیش با 10 بسته شیرینی تمام بشه؟ صحبت از کنسرت سکه، حتی 19 مسقال. 19 مسقال از کجا میاره؟ میگن 19 مسقال میگن که به زکات نکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در مدینه میگن که به کل دنیا پخش بشه، میگه اگر زن فقیری میخواد تو مدینه ازدواج بکنه یا تو جامعه اسلامی، طلا نداشتنش و لباس نداشتنش مانع نشه که ازدواج نکنه. زن همسایش که طلا داره به اون بپوشانه تو 1 ماهی که تو حجره نشسته، اول ازدواجشه. شما میدونید که خیلی زنها لباس دست سوم تو برای اون دست اوله؟ میدونید اینو؟ لباس دست صدوم من و تو برای اون دست اوله. این پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند بدون هیچ ابایی، بدون اینکه خجالت بکشه، یعنی احساس بکنه که شرمنده میشه این حرفو میزنه، با کمال جرأت میگه اون زن فقیر لباس خودتون میره تا بپوشه، طلاتون میره تا بپوشه. ولی امروز اونی که داره تا اینجا علنگو میپوشه، 2-3 تا گردن بندم گردنشه، و گوشوارشو وقتی راه میره صدای کروف کروف پاشنه کفش و دمپاییش، از اون طرف هم صدای اون زیورالاتی که به خودش ریخته. تو عروسی در کنارش یک زن، یک دختر یتیم فقیر هست اونجا، همجور اشکشو با این طلاهاش میریزه و به دردش میاره. نمیشه مشکلات روی منبر حل کرد. مشکل دانشجو باید رفت تو دانشجو، مشکل ورزشکار اگه نماز نمیخونن باید رفت تو باشگاه، با ورزشکار دوست شد، نشست در کنارش، درد دلش مشکلاتش رو مرتفع بکنید، براش هزینه بکنید. مشکل عروسی ها باید رفت تو عروسی ها. امام حسن البنا رحمت الله علیه میگفتند که در مسیر کاواره های مصر می نشسته. امام مولانا الیاس، بزرگان دین خودشون عرضه میکردن.